ولی الان داری لذت میبرید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. آمین جانانه بگید، اشک میریزید، دستتون بلرزونید، مشکلی نداره. خدا قبول بکنه. امشب از اینجا نریم مگر اینکه از خدا چیزی که میخوام بگیریم و اونم هدایت میخوام برای خودمون و خانواده و بچه هامون. روزی یه لقمه نان خدا میرسونه، یه لقمه نان خدا میرسونه. هدایت بگیر از خدا. بگو نگو نان بده، نان میده خدا. بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید. خیر دنیا و آخرت به ما بده. هر چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و فرزندانمون هست و دوستانمون هست اون بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشه، آبرو نداشته باشه، هیچه. خدای ذره آبرویی داریم حفظ کن. خدای مردم زیر این لباس نمیدونن من چند تا نشانه دارم. خدایا تو توفیق داده من دکمه ها رو بستم. خدای زیر این لباس نشونه مردم نده. خدا از گناه هم بو داره هم رنگ داره، ولی خدا بوی گناه پوشونده و رنگ گناه هم پوشونده. اگر رنگ گناه و بوی گناه خدا نپوشونده بود، باور کن نمیتونستیم، باید دستمون در بینیمون بود از کنار هم رد میشد، باید چشممون میبستیم از کنار هم رد میشدیم. ولی خدا رنگ و بوی گناه پوشونده. رد میشیم لباسمون اتو کشیده است، پاتکلون زدیم، چون گناه رنگ و بو نداره. اگر رنگ و بو داشت باید اینطوری میگرفتیم، در بینیمون هم میگرفتیم. آدمی که گناه میکنه بدبو میشه، بدریخ میشه. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که اعمال نامتون روز قیامت دست راست از اون حوض کوثر بنوشید، فردوس اعلی نصیبتون بشه. بچه هاتون همه عالم، شخصیت دار، مؤمن، پاک، مؤدب، صالح، مصلح، خدمتگزار به بندگان خدا، خانواده های عزیز، آبرومند، دوست داشتنی داشته باشه. ما هم تلاش میکنیم، هم برای خودمون، هم برای بچه های شما، هم برای شما. شما هم دست ما رو چه محکم بگیرید، پشت ما رو خالی نکنید. موفق باشید. التماس دعای خیر دارم. ممنون.